فنجان‌های زندگی. گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه به دیدار استاد قدیمی خود رفتند. در این گپ دوستانه بحثی هم از کار شد و فارغ التحصیلان در مورد سختی‌ها و مشکلات فراوان زندگی صحبت کردند. استاد بعد از اینکه به صحبت‌های آنها گوش داد، به آشپزخانه رفت و با یک سینی و قوری قهوه بازگشت. در سینی چند مدل فنجان بود: چینی، شیشه‌ای، پلاستیکی و کریستال. برخی از فنجان‌ها ساده بودند و برخی گران قیمت. وقتی فارغ التحصیلان فنجان‌ها را برداشتند، استاد گفت: ببینید، شما تمام فنجان‌های گران قیمت و زیبا را برداشته اید و ساده‌ها و ارزان قیمت‌ها باقی مانده‌اند. با اینکه از نگاه شما طبیعی به نظر می‌رسد، اما دلیل مشکلات و استرس‌های شما این است که بهترین چیزها را برای خودتان می‌خواهید. شما باید بدانید که فنجان قهوه را بهتر نمی‌کند، بلکه بیشتر اوقات فقط گرانتر است و گاهی هم آنچه را که می‌خوریم پنهان می‌کند. در واقع شما فقط قهوه می‌خواستید، نه فنجان. شما آگاهانه و عامدانه بهترین فنجان‌ها را انتخاب کردید و بعد توجه کردید تا ببینید دیگران چه فنجان‌هایی را برداشتند. دانشجوهای سابق با دقت به صحبت‌های استاد گوش می‌دادند. استاد ادامه داد: زندگی هم همان قهوه است. شغل، پول، موقعیت و جامعه شما فنجان‌های قهوه هستند و فقط در جایگاه ابزاری برای زندگی کردن خواهند بود. نوع فنجان کیفیت زندگی ما را تعیین نمی‌کند. گاهی وقتها ما فقط روی فنجان‌ها تمرکز می‌کنیم و لذت مزه قهوه را از یاد می‌بریم. شادترین مردم آنهایی نیستند که بهترین چیزها را دارند، بلکه کسانی هستند که از آنچه دارند بیشترین استفاده را می‌کنند و از زندگی لذت می‌برند.